بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من أضرار الحزبية على الأمة الإسلامية لفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. اینک به عون الله حق سبحانه و تعالی ما درسای خود را دوام میدهیم از رساله ضررهای حزبگرایی بر امت اسلامیه از آن شیخ علامه محدث ابو عبدالرحمن یحیی ابن علی حجوری، الله حق سبحانه و تعالی این کس را محافظت کند. درس امروزی ما با یاردم الله تعالی 14 درس است از این یعنی رساله. ما در درس گذشته خیلی یعنی که گذاشتیم که چگونه در مقابل باطل و منکرها شخص یا که کدام شخص میتواند که ثابت قدم باشد. فهمیدید؟ بارک الله فیکم. همان کسی که وی یعنی که فقط جانبدار حق باشد، نه جانبدار مثلا گیریم رأی خودش، جانبدار حزب خودش. فهمیدید؟ همون کسی که صرف به خاطر جانبداری حق تلاش و کوشش میکند، همین کس در مقابل یعنی که هر باطل و هر منکر چی ثابت قدم میشود. و کدام کسی که مرام و مقصدش در وقت نزاع و در وقت بحث چی یعنی که در کدام مسئله که بحث نباشد، باید که مراجعت به کتاب الله و سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کند. همین را یعنی که ما گذاشتیم. نه و سبب ضعیف شدن مسلمان ها را این اختلاف و نزاع می باشد. بارک الله فیکم. فهمیدید؟ بنابراین همین حزبگرایی است و همین یعنی که تعصبگرایی است که بارک الله فیکم مردم چیکار کرده است، یعنی که مردم اسلام، امت اسلام را ضعیف کردند. خب بعدا شیخ میفرماید و هكذا نحن مأمورون جميعا ان نكون على كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. یعنی انمینطور ما مأمور شدگی هستیم. تأکید میکند که جمیعا ما همه مأمور هستیم که باید ما در اساس کتاب الله و سنت پیغمبرش صلی الله علیه و آله و سلم باشیم، در عقیده، در عبادت، در رفتار، در کردار، در آداب، در اخلاق. فهمیده؟ بارک الله فیکم. کتاب الله و سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این راه ما و شما است. فهمیده؟ مادامی که شخص در اسلام است و میگوید که من مسلمانم، ما چنین میفهمیم که شخصی میگوید که من مسلمانم، ما میفهمیم که این شخص یعنی که راهی را پی گرفته است که در آن راه کتاب الله هست و سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است. زیرا که به همین راه اولین کسی که رفت از این امت پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله و سلم است و دیگر صحابگان او. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان چنین می‌فرماید در سوره نساء آیه 60: الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك. مگر تو نمی‌بینی، نگاه نمی‌کنی به آن کسانی که گمان میکنند که ایمان آوردن به آنچه که به تو نازل شده است و آنچه که قبل از تو نازل شده است. فهمیدی؟ نگاه کن، میگن اون کسانی را که گمان میکنند که گویا با قرآن به دیگه تعبیر کنیم ایمان آوردن و به کتاب‌هایی که قبل از قرآن نازل شدن ایمان آورده، میگویند در برابر چنین ایمانشان یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، میخواهند که حکم را یا که یگان محاکمه را
به سوی طاغوت ببرند، به سوی شیطان ببرند. فهمیدید؟ خیلی بعضی انسان ها را به تعبیر امروزی میگیم که یگان بحث و نزاع بین مسلمان ها میشه و خصوصا مسلمان هایی که در بین کافرها زندگی میکنند در کشور روسیه، باید که شما بیادابی کرده یا دیگرتون بی احترامی مثال گیریم نکرده در یگان بحث و نزاعی که بینتون میشود به نماینده های دین مراجعت کنید. اینها چیکار میکنن؟ تیز به پلیس مراجعت میکنن، با پلیس های دولتی کفر. یعنی که مثال بعد چیکار میکنن؟ دولتی کفر میدونه که بارک الله فیکم یگونتش عادل نیستن، عدالت رعایت نمیکنند، از این هم میستاند، از هم میستاند. فهمیده؟ بارک الله فیکم. نه وقد امروا ان یکفروا به، حالا اینکه اینها مأمور شدگی هستند که باید به طاغوت کفر ورزند، به شیطان کفر ورزند. و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، به همین اسلوب شیطان میخواهد که ایشان را چنان در گمراهی اندازد که دور از حقیقت باشند. و الله تعالی فرمود فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي فيما واختلف ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، حرجا أي ضيقا وكراهية مما قضيت مما حكمت، ويسلموا تسليما، يسلموا أي ينقادوا ويذعنوا. الله سبحانه و تعالی در این آیه کریمه از سوره نساء از آیه 65 میفرماد که فلا، بس نه، آگاه باشید، و ربک، قسم به پروردگارت، لا یؤمنون، اینها مؤمن نمیشوند، حتی یحکموک فیما شجر بینهم، تا تو را در آن مشاجره، در آن بحث و اختلافی که میان خود دارند تو را داور قرار ندهند، سودیه، یعنی تو را داور قرار ندهند و اینها مؤمن نمیشوند. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا، بعد از آن نباید که بعد از که تو حکم برآوردی، حکم کردی در میان اختلاف این مردم، نباید که نسبت حکم تو در سینه شان حرج باشد، یگون تنگی باشد، زیقی باشد، یگون بدبینی باشد، یگون نارضایی باشد، مما قضیت، نسبت آن حکمی که تو کردی. و یسلموا تسلیما، ایشان باید که در برابر حکم تو بپره تسلیم بشوند، اطاعت بکنند. فهمیده؟ بارک الله فیکم. بعضی انسان ها بارک الله فیکم وقتی که یک حکم شریعت میپرسد جوابش میدهد از روی کتاب الله، از یا که در اساس کتاب الله، در اساس سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ناراحت میشود، با کوشش میکنه از دیگر کس میپرسد، با یک کسی از 3-4 کس میپرسد تا اینکه چی همین مقصد اساسیش برای ایضاح شدن باشد. این خوب است، بارک الله فیکم. فهمیدید؟ مقصد اساسیش یعنی قانع نمیشود. فهمیدید؟ یک چیز اگر این سفید میدونستگی باشد، یک عالم اسلام در اساس کتاب الله سنت پیغمبر او را سیاش گوید. فهمیدید؟ این قانع نمیشد که میخواهد که این هم چی سفیدش گوید. دویم کسی میپرسد، سوم، چهارم کسی میپرسد، به هر تقدیر راضی نمیشود که چرا همه اینها یک خیل جواب داده شدن که رنگی من سفید نمیدانم. فهمیده؟ بارک الله فیکم. من مثلا گیرم همین مسئله نارکوتیکم. فهمیده؟ نارکوتیکم اینا سفید میدانن، اینا مرگ کافر است، این است و آن است، گفته هر خیل بهانه ها میگویند، میخواهند که اکنون حکمش هم سفید قرار دهند. این مله ها پیش این میرن حکمش سیاه، پیش دیگر میرن حکمش سیاه. اما این نشأمند یا که بگیم این همین کسانی که دارو میفروشن راضی نیستن در این حکم. نه، کتاب و سنت یسع الجمیع، کتاب و سنت باید که این همه را غنج آید. فهمیدید؟ نباید این که مثال یک کس بود که من این مسئله خود از کتاب الله و سنت پیغمبر یافته نمیتوانم. امروز من میتوانم که به کتاب الله و به سنت پیغمبر یعنی که حل
و یعنی که حل مشکلی امت حل کنم یا که یابم به کتاب نه بارک الله فیکم خیلی که حزب ها به کتاب الله و به سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حزبشون تشکیل کردن در اساس همین یعنی که قانونهای ساخته امروزی دموکراتی. و من نأى او نهى عن الحق فيجب ان ينأى و ينهى عن الحق. وقتی که یک کس رو آگاه کرده شود یا که یک کس رو یا که او نهی عن الحق میبینید که چیکار میکنه، یک کس از حق منع میکنه، یک کس مثلا گریم یعنی که مقابل حق هست باید که از این کار غیر منع کرده شود. هذا کتاب فیه سعادتنا، این کتابی است که سعادتمندی ما در این کتاب است. الله سبحانه و تعالی میفرماید شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. شرع یعنی بین و اوضح و سن لكم. الله برای شما در این دین چه بیان و روشنی انداخته است. آن چیزهایی را که وصى به نوحا یعنی به نوح پیغمبر امر کرده بود. والذی اوحینا الیک و آنچه را که ما به تو وحی کردیم. و ما وصینا به ابراهیم و آنچه را که ما به ابراهیم امر کردیم. و موسی و عیسی و به موسی و عیسی یعنی که خلاص از نوح به تو به ابراهیم به موسی به عیسی یک چیز یعنی که سفارش یا که امر کرده شده بود که ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه. شما باید که دین را قائم دارید. اقیموا الدین یعنی اعملوا به علی ما شرع لكم. چه خیلی که در شریعت نشان داده شدگی است انمین طور دین داری کنید. ولا تتفرقوا فیه، نباید که شما در دین پراکندگی چیکار کنید یا که اختلاف کنید. همینه بارک الله فیکم. مادامی که ما و شما چنگ زننده به قرآن و حدیث می باشیم باید که اختلاف بین ما نباشد. فهمیدید؟ بعدا شیخ می فرماید بارک الله فیکم انا والله لكم ناصح ایها المسلمون. من قسم به الله میگوید شیخ برای شما همچون نصیحت کننده هستم ای مسلمان ها. الله تتفرقوا فی دین الله عز وجل. نصیحت میکنم که نباید که شما در دین الله پراکنده و اختلاف ورزید. و ان تعتصموا بکتاب الله و سنت رسوله صلی الله علیه و آله و سلم. من نصیحت میکنم که شما باید که چنگ به کتاب الله بزنید، چنگ به سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بزنید. لسنا ندعوكم الى اقوالنا و آرائنا. ما شما را به سخنهای خود ما دعوت نمی کنیم، به رأی خود ما دعوت نمی کنیم. فهذا ظلم. اگر مقصدی ما به سخنهای خود شما را دعوت کردن باشد به جانب سخن، به رأی خود ما شما را دعوت میکردن باشد، این ظلم میشد. ان دعوناكم الى آرائنا ظلمناكم. اگر ما شما را به رأی خود ما به فکر خود ما دعوت کنیم این چنین میشود که ما در حق شما ظلم کرده میشه. و ان دعوتمونا الى آرائكم ایضا ظلم. همچنین اگر شما ما را به رأی خودتان دعوت کنید این هم ظلم میشود. ولكن ندعو انفسنا جميعا الى كتاب الله و سنت رسوله صلی الله علیه و آله و سلم. ولی ما خود را و همه را یک جای دعوت میکنیم به کتاب الله و به سنت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. ففیه السلامة والخیر والهدى. در همین است سلامت، تنجی، امانی، خیر و برکات، راه راست در همین است. بارک الله فیکم. قال الله سبحانه و تعالی. الله سبحانه و تعالی چنین میفرماید وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. واقعا راه راستی من همین است. فاتبعوه، شما از این راه پی گیرید، به همین راه بروید. ولا تتبعوا السبل، و راههای گوناگون و راههای مخالف از این اسلام نروید.
فتفرق بكم عن سبيله وقرنا شمارا از دين الله چي بيرهم زنانا بيرهم كنن ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون اون سفارشی که الله به شما میدهد اون امری که الله به شما یعنی که امر میفرماید همین است لعلكم تتقون تا شما تقوا بکنید گفته سوره انعام آیه 153 نه هذا ولعله يكون إن شاء الله تكملة فيها توضيح أكثر من هذا فيما يتعلق بأضرار الحزبية وأضرار العصبية على هذه الدعوة السلفية من القرون الماضية ومن هذا القرن وفي سائر الأزمنة إن شاء الله إن سخني شيخة كم ترتول مكشة بارك الله فيكم بدرسي آياند ميگذاریم. نعم نكتفي وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.